جلسه اول رایگان کیک شیفون تا 3 جلسه هم پخت کیک به این لطیفی رو یاد میگیری. صداشو گوش کن. هم فیلینگ گذاری، خامه کشی و دیزاین. بافت کیک هم که معرکه است. بریم که درستش کنیم. این رسیپی دقیق و کامله، پس حتما کپشن رو بخون. همین الان بفرست برای اونی که میدونی دنبال همچین آموزش کاملیه. برای داشتن یک کیک شیفون شکلاتی یه قاشق از آرد کم میکنی، به همون اندازه پودر کاکائو اضافه میکنی. با بیکینگ پودر الک میکنی و کنار میذاری. با دور تند همزن تخم مرغ و شکر و وانیل رو هم میزنی تا دقیقاً به این مرحله برسه. از این مرحله به بعد دور همزن کنده. یه قاشق از مواد آردی رو به مایه کیکمون اضافه میکنیم، یه مقدار هم میزنیم، بعد آب و روغن رو اضافه میکنیم. زیادی هم مایه کیک تو هم نزن. کم کم مواد آردی رو به خورد مایه کیکمون میدیم. با دور کند همزنم که هم بزنی خیلی سریعتر مخلوط میشه. بازم میگم حتما کپشن رو بخون. کناره های ظرف رو دورگیری میکنیم و میریزیم داخل قالبمون. یه ضربه هم میزنیم که صاف بشه و میره تو فر. بعد که از فر خارجش میکنی به خودت میگی دمت گرم که همچین کیکی درست کردی. از داغی که افتاد لبه های کیک رو آزاد میکنی و برش میگردونی. توی جلسه بعدی فیلینگ گذاری و آستر کشیش رو هم بهت یاد دادم. منتظرش باش.